آنچه در قسمت قبل دیدید. سب کن کلا 3 دقیقه بود دیگه قسمت قبل. اگه ندید لینکش هم توی دیسکریپشن هست، هم بالای صفحه برید ببینید دیگه. آنچه گذشت نداریم. ای میا با ما تحتت فرود بیا که ضربه مغزی نشوی، نهایتا ضربه باسنی شوی. جلال و جبروتم، کوروش تو بیای زیبای من، تو همه را نابود کردی ای میا. آماده باش تا با خشم من روبرو شوی. تموم شد؟ نه، مقداری باقی است. خب حالا تمام گشت. کیه داره داد و بیداد میکنه؟ خوابی ما؟ کوروش تویی؟ زنگوله نوتیفیکیشن، من که تو را به بند کشیده بودم. آخ، فکر کردی فقط یکی از ما هست؟ کوروش من نمیخوام با سنگ له بشم. ای زنگوله های بزرگوار، شما را هر روز برق میاندازم. من برای شما خدمت میکنم، بگذارید من بروم. با زندگی خدا حافظی بکنید. بدرود زندگی پرثمر من، خدا حافظ. یو گایز، چطورید بچه ها؟ ریوکوکسر هستم. به زنگوله چپم ما را دارن میترکانند. آریا نگران نباشید، اومدم نجاتتون بدم. چگونه این همه زنگوله را شکست دادی؟ من تنها نبودم که، اکس آرمی هم بود با من. پس کجان؟ اکس آرمی های کجایی؟ بله قربان، در خدمتم. تو که پیشکار ما بوده ای. او قربان شمایید؟ بابا شما حقوق درست حسابی نمیدید، مجبور شدم توی اکس آرمی هم عضو باشم. ببخش منو. بقیه کجان حالا؟ ته کوچه دارن نظری میدن، بچه ها رفتن نظری بخورن. بابا دمش کن، بریم ما هم بخوریم. این همه قدرت ماورایی از کجا آوردی؟ داستانش خیلی مفصله. ورژن کوتاهش را بگو. یه گیم جدید اومده بود شبیه پوکیمون گو، گفتم بابا ایول لیتس دو دیس. بچه های تو خونه منو برد توی غار، اونجا یه موجود عجیبی دیدم، بهم گفت من 3 تا قدرت ماورایی بهت میدم، تو هم یه خواسته منو برآورده کن. منم گفتم باشه. الان هم میتونم پرواز کنم، هم از این جینگل مستانا بزنم، هم یه چیز دیگه. چه چیز دیگه؟ نمیتونم بگم. خب خواسته اون چی بود؟ هنوز بهم نگفت، گفت بعدم بهت میگم. میخواین شما هم ببرم اونجا قدرت ماورایی بگیرین؟ من پایه می باشم. چرا اومدید اینجا؟ چی میخواید؟ قدرت ماورایی. قدرت ماورایی میخواهیم. قدرت ماورایی میخواهیم. من به هر کدومتون 3 تا قدرت میدم، ولی باید یک خواسته منو برآورده کنید. قبوله. احمقها، هیچ کدوم نمیپرسن خواسته من چیه. بیا جنگل مستان قناری. خب چه شد؟ قدرت من چه است؟ خودتون به مرور زمان میفهمین. هی یو گایز، راست میگه، به منم همینه گفته بود. خب حالا وقتشه خواسته منو برآورده کنید. شماها باید چند بازی ویدیویی ساده انجام بدید. خوراک من بازی ویدیویی است، ولی فرقش اینه که شما واقعا قراره توی بازی ها باشید. هر کدومتون فقط 5 بار میتونید توی بازی بمیرید و اگه بار 5م بمیرید واقعا میمیرید. زیر آمدی قرمه سبزی، بیا قدرتت را بگیر. نخواستیم آقا. دیگه خیلی دیر شده. یرقان. سلام بچه ها، نترسیدین که خواستم کامنتی چیزی بگم. بچه ها برای من کامنت بذارید که دوست دارید اینا
توی چه بازی هایی برن و بازی بکنن و برای من بنویسید که دوست دارید چه کسای دیگه ای چه یوتیوبرهایی به اینها اضافی بشن. اینطوری بعدشم بچه‌ها یادتون باشه اگه این کلیپ رو لایک نکنید و گلزیلاش رو سابسکرایب نکنید، گلزیلاش توانشون نداره که بازم برای شما از این کلیپ ها بسازه. ادامه این کلیپ ها، این سریال و کل کانال گلزیلاش به حمایت شما بستگی داره. بس ما رو حمایت کنید به تربیت ها. ممنونم. پاینده باشید. این ویدیو هم ببینید حتما.